مکتب‌های عالی روسیه همچنان برای دانشجویان از تاجیکستان که می‌خواهند در خارج کشور معلومات عالی بگیرند از همه پرخریدار باقی میمانند. کاتب یکم سفارت روسیه در تاجیکستان ایگور بریلکا روز 27 دکامبر در نشست خبری سفارت گفت در حال حاضر در دانشگاه‌های روسیه قریب 23,000 دانشجو از تاجیکستان تحصیل می‌کنند. 14,000 نفر از این شمار در مکتب‌های عالی روسیه از حساب بودجه دولتی آن کشور صاحب معلومات عالی می‌شوند، تأکید کرد دیپلمات روس. تحصیل در مکتب‌های عالی روسیه در تاجیکستان نیز برای داوطلبان معلومات عالی پرخریدار به شمار می‌رود. به اطلاع سفارت روسیه فعلا در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه ارتسئو و فیلیال‌های دانشگاه دولتی مسکو MGU و میسیس نیز تقریبا 8,000 دانشجو تحصیل می‌کند. پول تحصیل سیاک آنها نیز از حساب بودجه دولتی روسیه بوده است. ما کمک به ساکنان تاجیکستان را برای گرفتن معلومات عالی در دانشگاه‌های روسیه ادامه و گسترش می‌دهیم، نقل قول کرده است از سخنان برولکا خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان. دانشجویان تاجیک را به تحصیل در دانشگاه‌های روسیه از جمله امکان تحصیل بی‌پول و همچنین شرایط آسان‌تر وارد شدن به محیط زندگی و تحصیل در این کشور جلب می‌کند. اکثر ساکنان تاجیکستان زبان روسی را می‌دانند. از طرف دیگر بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه کار و زندگی می‌کنند و آنها برتری می‌دهند که فرزندانشان در کنار آنها در اینجا تحصیل کنند. بجز از دانشگاه‌های روسیه باز هزاران دانشجوی تاجیک در مکتب‌های عالی خطای امریکا و همچنین کشورهای اروپا تحصیل می‌کنند.